از جمله آداب غذا خوردن اینه که در وقت غذا خوردن از لحاظ شرعی این خیلی مسئله مهمیه، حتی به خانواده اینها رو متوجه باشید. در وقت غذا خوردن حرف که میزنید حرفهای بزنید که خوشحال کننده باشه، حرفهای خوشی باشه. از غم و اندوه و پریشانی در وقت غذا خوردن حرف نزنید. این در وجود انسان تأثیر مثبت و منفی داره. امروز ملت شریف افغانستان اکثرا چرا مریضن؟ چون نان رو به شادی نخوردن، نان رو به غم خوردن، نان خورده شده به غم و پریشانی و به اندوه و به اینها. در بعضی کشورها میبینیم خیلی از ملت افغانستان غذا بیشتر میخورن، از لحاظ چربی بگیم بیشتر میخورن، اما پریشانی ندارن، نگرانی ندارن. به اینه که از جمله آداب غذا خوردن، وقت غذا خوردن خبر غمانگیز به هم دیگر ندهید. در وقت غذا خوردن اخبار غمانگیز را نبینید. در وقت غذا خوردن اگر می توانید حرف بزنید، حرفهای باشه که شاد کننده باشه، حرفهای باشه که خوشحال کننده باشه، حرفهای باشه مثل که جسم شما در حال تغذیه هست، روح هم تغذیه بشه از او، بحث شادی و خوشحالی و بینها. پس از جمله آداب غذا خوردن اینه که در وقت غذا خوردن حرف خوشی بزنید و از یادآوری حوادث غمانگیز و اینها پرهیز بشه. از جمله آداب غذا خوردن مسئله اینه که اگر بعد از هر غذای بتوانیم مسواک بزنیم احسن و افضله، اما خصوصا و بالاخص غذایی که در شب خورده میشه لازم و ضروری که دهن شسته بشه، مسواک زده بشه و انسان بعداً بخوابه. از جمله آداب غذا خوردن اینه که در سر سفره غذا احتمال داره یک مویی به دهن انسان بیایه، احتمال داره که یک حشره، احتمال داره یک شیء دیگری که ناپسند باشه. وقتی خبر شدی که موی حشری چیز ناپسندیه، آهسته این را غائب بکن، بپوشان تا کسانی که همراه تو غذا میخورن از این مسئله واقف نشن، تا دل اونها بد نشه و بالاخره حالت اونها خراب نشه. از جمله آداب غذا خوردن اینه که وقتی که غذا میخورید، علما و از لحاظ آداب غذا خوردن اینه که یا در ابتدای غذا آب بنوشید یا در انتهای غذا آب بنوشید. در وسط غذا خوردن علما و از نظر دین و از نظر اطباء هم بیان شده که در وسط غذا آب نوشیدن و اینها جالب نیست و در وجود مضر هست. از جمله آداب آب نوشیدن اینه که وقتی که آب می نوشیم، خصوصا غذا هم که می خوریم، استاده غذا خورده نشه، استاده آب نوشیده نشه، بنشینیم. فقط و فقط یک قول آمده که آب زمزم را شما استاده بشیم بنوشیم، یک قول هست. اما آداب غذا خوردن نشستن، بنشینید غذا بخورید. از جمله آداب آب نوشیدن اینه که بنشینید آب بنوشید و آب به یک مرتبه ننوشید. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم برای ما میفرمایند شما به 3 نفس آب بنوشید. یک مرتبه نوشیدید از دهن خود پس میکنید، مرحله دوم و بعدا مرحله سوم. این آداب آب نوشیدن هست. 20 که از جمله آداب بود و بیان کردیم، الان 20 هست. در پایان غذا بعد از اینکه شکر الله را کردیم، شکر الله سبحانه و تعالی را کردیم، من لم یشکر الناس لم یشکر الله. کسی که شکر بندگان الله نکنه، یعنی از بندگان الله تشکری نکنه، از الله هم تشکری نکرده. از جمله آداب غذا خوردن اینه که وقتی که شما غذا تمام شد الحمدلله گفتیم، هر کدام ما باید تشکری کنیم، تشکری خاص از همسری که غذا را آماده کرده، تشکری کنیم از مادری که غذا را آماده کرده، تشکری کنیم از خواهری که غذا را آماده کرده. از او تشکری داشته باشیم. این تشکری چنان
جو و فضای خانواده تغییر میده که پر و مملو از عشق و محبت میگردانه. وقتی شما دسترخوان جمع میشه گفتیم الحمدلله، برای همسر میگیم خیر بینی، بسیار غذای با لذتی بود، کل خستگی هایی که دیگر پخته همه برطرف میشه. اینا سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم هست. از غذایی که به خانه تناول میکنید تعریف کنید، توصیف کنید، خستگی او زنی که داخل خانه است کم میشه. اینها همه عبادته، اینها همه برای ما و شما نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم دادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه کار خانه را انجام میدادن، در کنار همسران خود در جمع و جور و ترتیب خانه شریک بودن. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم کمک میکردن و بعد از تناول تشکری میکردن به این عزیزان و بزرگواران که اینها آداب غذا هست. اگر یک وقت غذا شور میشه، شیرین میشه، بینمک میشه، من خصوصا این توصیه رو برای جوانها دارم که تازه ازدواج که میکنن این قضایا رو متوجه نمیشن. چرا شور شد؟ چرا بالاخره بینمک شد؟ خب اون مسکینی هم که 2 ساعت مصروف پخت و پز بوده، دل از او هم نمیخواسته که شور بشه و شیرین بشه و تلخ بشه و بسوزه. به اینه که صبر، تحمل، بردباری در قسمت پخت و پزی که در خانه و بالاخره زندگی و اینها صورت میگیره. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم وقت غذا خوردن بود، همراه ام المؤمنین عایشه صدیقه طیبه طاهره غذا میخوردن. این غذا خوردن از اینا با چی عشقی، با چی محبتی، با چی صفا و صمیمیتی بوده. بعد گلاس آب گرفتن، در حدیث میاره که تحرا، فکر میکردن. ام المؤمنین عایشه میفرمایه که یا رسول الله چی فکر میکنید شما؟ آب گلاس گرفتید و بالاخره فکر میکنید. فرمودن که ای عایشه من فکر میکنم که تو از کدام قسمت این گلاس آب نوشیدی تا از همو قسمت من هم آب بنوشم. ببینید این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، این سنت رحمت للعالمین هست، این سنت سردار دو جهان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم هست. پس بناهن رحم، شفقت، ترحم خصوصا و بالاخص در مسئله پخت و پز و غذایی که در خانه صورت میگیره که متاسفانه که بعضی از مردها در این راستا کمی بی‌حوصلگی و به اینها از خود به خرج میدن و نشان میدن که چرا شور شد و تلخ شد و شیرین شد. یک 20 رنگ درست پخته کرد، یک رونی هم اگر شور و شیرین و تلخ شد، صبر و تحمل و بردباری لازم و ضروری هست. گفتیم که در قرآن عظیم الشان وقتی بحث کلو می آیه، کلو بخورید. خب وقت اجازه خوردن به ما داده شد، الله سبحانه و تعالی بعد از هر کلوی، اینا که آداب غذا بود که مقدمتا اشاره کردیم، بعد از هر کلوی الله از ما چی میخواه؟ الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 88 میفرمایه و کلو مما رزقکم الله، بخورید از او چیزی که الله برای شما روزی داده. ادامه چی میفرمایه؟ حلالا طیبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. این آیه از ما چی میخواه؟ بخورید. در ادامه چی میگه؟ حلالا طیبا. پس برادر مسلمان، خواهر مسلمان، تو عزیزی که صدای مرا الان میشنوی و در آینده خواهد شنیدی، اینه که الله سبحانه و تعالی میگه حلال بخورید و درآمد درست از راه حلال داشته باشید. پس بناهن وقتی که ما غذا میخوریم یک لحظه فکر بکنیم که این غذا حلال هست یا نیست. این غذایی که الله به ما اجازه داده گفته کلو، وقتی میگه و کلو مما رزقکم الله حلالا طیبا، اینجا که میگه رزقکم الله، روزی از جانب الله هست. الله یک روزی میده، الله یک روزی رسان هست. اولی و ای بنده الله تشویش نکن، الله روزی میرسانه. رزقکم الله، ولی متوجه باش که از راه حلال باشه، از راه طیب و پاک و پاکیزه باشه. پس این آیه بعد از کلو به ما چی دستور میده؟
متوجه باش که هر نوع خوردنی دیگه باز خورده نمیشه. بعضی خوردنی های، بعضی نوشیدنی های که اینا حرامه. متوجه باش که الله سبحانه و تعالی سیستم انسان را به شکل ساخته، مثل که این موترها و ماشین هایی که دیزلیه به پترول نمیچله، مثل که تیلی که به داخل موتر هست به تیاره نمیفته، تیلی که به تیاره به بالاخره به ماشین های دیگه نمیفته. هر کدام از خود بنزین داره، هر کدام از خود تیل داره. انسان را الله سبحانه و تعالی به سیستم ساخته که اگر در وجودش حرام رفت این انسان از عروج میمانه. انسانی که در وجودی و حرام رفت دیگه دعای و قبول نمیشه. انسانی که در وجودی و حرام رفت دیگه عبادتی و قبول نمیشه. انسانی که در وجود از او حرام بود، نبی مکرم اسلام میفرمایند کسی میره به طرف مکه مکرمه با پای پیاده و بالاخره به سختی ها و مشکلات ها تا به مکه میرسه، موهای بلند میشه و ژولیده موی میشه و با عشق کعبه میرسه به کعبه معظمه و مشرفه، حلقه کعبه به دست میگیره، هرچی فریاد میزنه الله صدای رو نمیشنوه. و بعد میفرمایند چرا صدا زیر الله نمیشنوه و طاعت و عبادات و دعا زیر قبول نمیکنه؟ میگه مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام. طعامی که خورده از حرام بوده، نوشیدنی که نوشیده از حرام بوده، لباسی که پوشیده از حرام بوده. الله سبحانه و تعالی میفرماید چگونه ما دعای را اجابت کنیم که سر تا پا از حرام هست. به این عزیزان و بزرگواران الله میفرماید کلو، شما بخورید، اما چی؟ حلالا طیبا. آیه بعدی الله سبحانه و تعالی میفرماید فکلو، پس شما نوش جان کنید. چی؟ مما ذکر اسم الله علیه، او چیزی که به نام الله ذبح میشه، او چیزی که به نام الله ذبح میشه. این خیلی مهمه. شما وقتی چیزی میخورید چیزی را که به نام الله ذبح شده باشه. امروز بعضی انسان ها میبینی گوسفند را آورده به زیارت حضرت خواجه صاحب به نام حضرت خواجه صاحب، میخوای به نام حضرت خواجه صاحب نباشه، به نام الله ذبح بشه، ولی اگر مکانی رو خاص کرد که من خاص به خاطر حضرت خواجه صاحب ذبح میکنم، یا گوسفند به پیش پای حاجی و عروس و بالاخره این و اون پیش فلان شیخ و مشایخ ذبح میکنم، این گوسفند گوشتی و حرامه، گوشتی و حرامه، ولو که نام پروردگار عالم گرفته بشه. در صدر اسلام بعض انسان ها که هنوز متوجه نشده بودن گوسفند در بالاخره به نام الله ذبح میکردن، اما به کنار چی؟ به کنار بت و اینها نام الله را میگرفتن به نام. اما چه کار میشد؟ این گوسفند حرامه، این ذبح حرامه، نظر به غیر الله حرامه، نظر به غیر الله حرام. میبینی یک خواهر دیگه کلان حلوای رو به بغل گرفته بم دروازه زیارت حضرت خواجه صاحب نشسته، بملا نون میکنه و نظر حضرت خواجه میده. اینجا هر مسلمانی هم که تیر میشه از این میگیره و میخوره، چیز حرام میخورده. یا مثلا در ماه عاشورا و اینها میبینیم چقدر آب لیمو و بالاخره فلان قلور و اینها به نام امام حسن یا امام حسین و اینها داده میشه. به اینه که الله میفرمایه شما چکار؟ فکلو، بخورید، نوش جان کنید، اما متوجه باشید چیزی که مما ذکر اسم الله، از او چیزی که نام الله، به خاطر الله و به نیت این که خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی ذبح بشه. پس به این عزیزان و بزرگواران، پس قرآن میگه فکلو، بخورید، نوش جان کنید، اما متوجه باشید که این غذایی که شما خوردید آیا به نام الله ذبح شده؟ آیا بالاخره نام الله گرفته شده؟ مثل بعض مرغ‌هایی که از خارج میآیه، مرغای یخزده‌ای که از خارج میآیه، خب اینا رو ما چی میفهمیم؟ از کجا هست؟ به چی ترتیب کشته شده؟ همین که نامی و یخزده، آیا اینا رو در مسیر راه یخزده؟ آیا به اون جایی که بودن یخزده؟ اینا بالاخره مرده، خفه شده؟ اینا چه کار شده؟ پس به این عزیزان و بزرگواران وقتی چیزی رو میخوریم، مینوشیم، باید متوجه باشیم که چه کار و بالاخره ای از کجا آمده. آیه سوم و کلوا واشربوا، بخورید بنوشید. خب بخوریم و بنوشیم، ادامه چی میگه؟ ولا تسرفوا، شما اسراف نکنید. پس آیه اول حلال بخورید، آیه دوم بخورید ولی متوجه باشید که به یاد الله باشید
و سوم بخورید و اسراف نکنید. اسراف نکنید. بعضی انسان ها میگه که خب من کار کردم پیدا کردم، هر قسم که دل مایه اینا رو مصرف میکنم. نه، چنین نیست. روز قیامت از چند چیز، از 5 چیز اجازه داده نمیشه که یک قدم کسی برداره مگر از 5 چیز باید جواب بده. از جمله 5 چیز یکی اینه، از یک از عمری و پرسان میشه و از جوانی و پرسان میشه و از اینها. سوال دیگه اینه که تجارت کردی، از کجا پیدا کردی؟ همین رزق و روزی از کدام راه به دست آوردی؟ میگه یا الله این از راه حلال به دست آوردم. سوال بعدی اینه که در کجا مصرف کردی؟ چگونه مصرف کردی؟ به این عزیزان و بزرگواران، یک برادری میبینیم در یک تالار به یک عروسی به یک روز چندین بالاخره هزار و لک و اینها رو بالاخره میلیون ها و اینها رو مصرف میکنه، یا در داخل یا در خارج فرق نمیکنه. اما چرا این کار کردی؟ میگه اختیار سرمایه خود دارم. نه، اختیار نداری. اختیار نفس کشیدن خودم نداری. نفسی که میکشی هم به دست تو نیست. پول خرج میکنی باید موافق شریعت خرج کنی، پیدا میکنی موافق به شریعت پیدا کنی، به فقیر کمک میکنی مطابق شریعت کمک کنی. به اینا همه اختیار نداری. این ملک از آن دیگه کسیه. این ملک از ذات اقدس الهیه. چند روزی امانتیه به دست ما. این خانه و زندگی و موتر و کشفش و بالاخره این امانتیه. چند روزی به دست ما هست، خلاص تمام میریم و بالاخره هزارها و میلیونها و میلیاردها انسان از آدم تا به امروز رفتن. پس به اینه که الله میفرمایه و کلوا واشربوا، بخورید بنوشید، ولا تسرفوا، اسراف نکنید. آیه بعدی میفرمایه یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات، شما بخوریم از پاکیزگی ها. بله، اجازه هر چیزی که حلال هست شما استفاده کنید، بخورید، ما رزقناکم. اما چکار کنید؟ وشکرو. دمی که غذا میخوریم این آیات به ذهن ما باشه. الله اجازه داده بخورید، بله، نوش جان کنید، وشکرو، شکر الله را بکنید، شکر صاحب این نعمت ها رو داشته باشید که الله سبحانه و تعالی این نعمت ها رو برای شما عطا کرده، شکری رو داشته باشید. چقدر انسان ها در روی زمین زنده و حیات دارن که از خیلی غذاهای حلال محرومن، نمیتونن استفاده کنن. ولی تو مسلمانی که غذا را میخورید، نوش جان میکنید، خب الله سبحانه و تعالی برای تو این توفیق داده، این نعمت را عطا کرده، ولو که نان خشک باشه. وقتی که میخورید الله از تو خواسته که وشکرو، شکر داشته باشید، شکر رو بجا کنید. و شکر پروردگار عالم چیه؟ آیه دیگه میفرمایه کلوا من الطیبات ما رزقناکم ولا تطغوا. این پیام رو میرسانه، بخور نوش جانتو ولی سرکش نشو، سرکشی نکن، طغیان و سرکشی نداشته باش. ببینیم این آیاتیه که هر کدامی که در ابتدای آیه میگه کلو، در انتهای یا در وسط آیه مسئولیت انسان رو بیان میکنه که ای انسان، این غذایی که خوردی متوجه باش که سخت محتاج پروردگار عالم هستی. اگر این غذا در بطن تو ماند چقدر به تکلیف میشی؟ آبی که نوشیدی اگر از بطن و وجود تو بیرون نشد و خارج نشد چقدر به تکلیف میشی؟ نعمت الهی تنها مسئله خوردن نیست، این را که خوردی یک نعمت، مسئله دفع این نعمت دیگر هست. شما وقتی که میدانیم که از بیت الخلا یا از بالاخره حمام و اینها بیرون میشه انسان، طریق مسنونه اینه که میگه الحمدلله الذی عافانی، پروردگار حمد و ستایش از آن تو ذاتی که مرا عافیت بخشیدی، مرا راحت کردی. پس به اینه که الله میفرمایه کلوا من الطیبات ما رزقناکم ولا تطغوا، اینه که سرکش نشو، طغیان نکن، تکبر نکن. این غذایی که میخوری و این دسترخوانهای رنگارنگی که مینشینی، اینها همه فضل الله، لطف الله، مرحمت الله هست. اینها تو را به طغیان و به سرکشی و به اینها نکشانه. آیه بعدی میفرمایه کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، بخورید نوش جان شما اما عمل صالح انجام بدید. همون غذایی که خوردیم به عبادت حل بشه، غذایی که نوش جان کردیم به نماز و به تلاوت و به روزه و به عبادت پروردگار عالم سپری بشه. این پیامه. آیه بعدی
على ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر. میفرمایه فکلوا، بخورید، نوش جان کنید، اما واطعموا البائس الفقیر، بخورید و بخورانید. چیزی که خوردیم برای دیگران هم بدیم. فقیر، مسکین، بینوار فراموش نکنیم. به این عزیزان و بزرگواران، از این آیات زیاده در قرآن. وقتی شما قرآن را تلاوت میکنیم، هر جایی که لفظ کلو آمد به تعقیب از او یک پیام داره. آیه‌ای که اول خواندیم الله میفرمایه شما بخورید، حلال بخورید. آیه دوم میگه بخورید به یاد الله باشید. آیه بعدی میفرمایه شما بخورید و شکر الله را بکنید. آیه بعدی میفرمایه بخورید طغیان و سرکشی نکنید. آیه بعدی میفرمایه شما بخورید اسراف نکنید. آیه بعدی میفرمایه شما بخورید فقیر و مسکین و اینها را بخورانید، طعام بدهید. و اطعموا البائس الفقیر. پس به این عزیزان و بزرگواران، همه ما این را فهمیدیم که وقت غذا میخوریم در لحظه خوردن به این فکر باشیم که ذاتی که این غذا را به ما داده، ذاتی که این غذا را به ما حلال کرده، ذاتی که این غذا را سبب حیات ما، رشد ما و نموی ما گردانیده، از ما دیگه یک چیزم میخواهه: شکر، ذکر، طعام دادن. به اینها را الله از ما میطلبه. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بده تا اینکه شکر نعمتهای پروردگار عالم داشته باشیم و قرآن که تلاوت میکنیم تدبر و تفکر و اینها فراموش نکنیم. در طی این هفته که گذشت شاید عزیزان از رسانه ها و فضای مجازی و اینها شنیدن، میگه این سعادت به زور و بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده. در هند دختر مسلمانی که با حجاب اسلامی خود میخواه وارد پانتون بشه، اما انسانهای گوپرست، انسانهایی که خدا را نمیشناسه بر او هجوم میبرند، او را استهزا میکنن، تمسخر میکنن و بالآخر میخواهند مورد لطکوب قرار بدن. ولی دختر مسلمان، خواهر مسلمان من و شما در هند با صدای بلند الله اکبر دنیا را طنین انداز کرد و در تمام دنیا حجاب اسلامی را نشان داد. میخوام این نکته اشاره کنم برای حکومت هندوستان که شما نمیتوانید که بالآخر جلو حجاب را بگیرید. در هندوستان ما دیوبند داریم که از برکت دیوبند دنیای قاره آسیا که خیر قاره های مختلف امروز شاگردان دیوبند ازهر من الشمس و می درخشند. امروز الحمدلله بناء از حکومت هندوستان این را می طلبیم که پیش روی او انسانهای بدبخت و شقی که به حجاب اسلامی خواهر مسلمان ما توهین کردن با اونها برخورد جدی صورت بگیره. به ما فرق هند و چین و عرب و عجم نداره. او خواهر مسلمانی که در هندوستان بیرون شد از حجاب اسلامی دفاع کرد خواهر من است. متاسفانه خواهرم به داخل کشورم در مرکز حجاب را آتش میزنه. امروز چقدر جای خجالته برای او خواهرانی که در مرکز بیرون شدن، حجاب را به آتش زدن، به حجاب توهین کردن. برای اونها میگویم که یک نگاه داشته باشید که در سرزمین کفر، در سرزمینی که بتها پرستش میشه، دختر مسلمان از حجاب خود دفاع میکنه، اما در سرزمینی که ملتش مسلمان الحمدلله حکومتش حکومت اسلامی میایه، او چادر با عزت و با عفت و پاک دامن ای خواهر ای سرزمین را به آتش میزنه. دعا میکنیم بار الها پروردگارا او خواهر مار و امثال او خواهر مار که در هر نقطه از دنیا که قرار دارن و از دین و از اسلام و از حجاب دفاع میکنن، پروردگارا اونهایی که خار مغیلان بر چشم کفار هستن، پروردگارا اونها را پیروز بگردان، موفق داشته باش، حفظ بفرما عزت و عفت و پاکدامنیشان را
حفظ بفرما. خوشا به حال تو خواهر مسلمان، خوشا به حال خانواده تو، خوشا به حال همان کسانی که تو را تربیت کردن که در کشور کفر، در قلب کافر، در سرزمینی که بت پرستش میشه. اما امروز متاسفانه به راستی هم که هدایت به دست الله هست. در افغانستان، در مرکز افغانستان، در شهر تمیم انصار و جابر انصار، در شهری که صحابه دفنه، اصحاب رسول الله دفنه، ولی یک زن بیرون میشه به حجاب بی حرمتی و بالاخره بی حرمتی میکنه. این عزیزان من اینه که هدایت به دست الله هست. دعا میکنیم پروردگارا خواهرانی که این بی حرمتی به حجاب کردن، بار الله اونها را هم هدایت بفرما. پروردگارا ما این را اشاره کردیم که این صدا به گوش این خواهران نافهم و ناآگاه ما برسه و برایشان یک انگیزه پیش بیایه تا این که متوجه بشن که در هند، در کشور گوپرستی، بتپرستی، در کشوری که خدا رو درست و صحیح نمیشناسن، دختر مسلمان از حجاب خود دفاع میکنه، ولو که میگه من کشته بشم، تکه تکه بشم، ولی حجاب من از سر من دور نمیشه. امروز تمام دنیا همه بالاخره متوجه این خواهر هندوستانی شدن که شرف و افتخار برای امت اسلامی بخشید. امروز ببینیم هندوستان کجا، منبر انصار کجا. ما از اینجا دعا میکنیم بار الها پروردگارا خواهران با عزت و با عفت ما را در هر نقطه از دنیا که قرار دارن حفظ بفرما. پروردگار اونها را حفظ بفرما. خواهرانی که در کشورهای اروپایی، در کشورهای بالاخره فرانسه و در سایر کشورهایی که مبارزه میکنن به خاطر حجاب خود، به خاطر حفظ حجاب خود، بار الله پروردگارا همه را تو در حفظ و امان خود داشته باش و در روز قیامت ای خواهران ما را پروردگارا در کنار عایشه و خدیجه و زینب و فاطمه محشور بدار. پروردگارا بر این خواهرانی که نفهمیده و ندانسته به بازارها و خیابانها بیرون شدن و به حجاب توهین کردن، بار الها پروردگارا اینها را هدایت کن، پروردگارا هدایت کن، پروردگارا اونها را هدایت بفرما. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتك.